فوت شده و اسکلتش از دام‌ها رو بردن اینجا. اصلا خیلی چیز عجیبیه. خب اینجا دروازه ارگ سمنانه. حالا یه سوال، چرا میگن سمنان وجود نداره؟ یه ذره اینجا رو ببینید چه خبره. بچه ها اینجا چه ارتفاعیه، نگاه کنید. سوغاتی معروف اینجا شیرماله، یعنی یه چیزی مثل فروش. سلام بچه ها، امیدوارم که همگی خوب باشید. من عاطفه‌ام. کلا میخوام توی یوتیوب فعالیت کنم تو حوزه گردشگری. البته خیلی وقته که این کارو میخوام انجام بدم، ولی حالا یا فرصت نشده یا نتونستم یا حالا خجالت نداشته، برای همین الان دارم این کار انجام میدم. البته هدفم اینه که کلا دنیا رو بگردم، یعنی خیلی دوست دارم که کشوری که تو ذهنمه ایشالله یک روزی بشه ببینم، ولی فعلا از ایران میخوام شروع کنم. یه ذره حالا اولش سختمه برام جلو دوربین اومدن، امیدوارم که هی روز به روز بهتر بشه. الان میخوام از شهر سمنان شروع کنم که میگن وجود نداره، یعنی مد شده توی اینستاگرام و اینا، میگن اصلا همچین شهری نیست. مثلا تا حالا دوست سمنانی داشتی یا شهر سمنان اومدی؟ گفتم اولین شهر با این شروع کنم. حالا ترجیحم اینه که تو هر شهری جاهای دیدنی رو نشون بدم، دیگه غذای مثلا محلیشو معرفی کنم، جاهای تاریخی، طبیعت، که مثلا یه چیزی باشه که کامل باشه، یعنی همه چی رو بتونم توضیح بدم و نشون بدم. امیدوارم که خوب باشه. اولین ویدیومه، به بزرگواری خودتون ببخشید اگه خوب نیست یا هر چیزی دیگه. همین، با من همراه باشید که بهتون نشون بدم. خب اینجا یه دونه اقامتگاهه به اسم خونه سمنانی ها. حالا من با مدیرش اینجا آشنا شدم، آقای محسن. بریم ببینیم چه جوریه. کوچه پس کوچه های قدیمی. نگاه کنید بچه ها، اینجا خونه سمنانی هاست. نگاه کنید، یه خونه قدیمی 170-80 ساله است که بازسازیش کردن. خیلی بانمکه. نگاه، یه دونه بادگیرم داره اینجا، خیلی خوشگله. خب بریم که مدیر اینجا یه ذره توضیح بدن که چی کارا کردن. کلا این شهرهای کویری خیلی بامزه، همشون هم شبیه همه. حالا من خودم اصالتی اجدادی یزدیم، ولی بیچاره این سمنان خیلی دور افتاده مونده. یعنی مثلا همه چیز شبیه اونجاست، نمیدونم بادگیر داره، حالت کویریه، خیلی شبیه یزد و اصفهانه، ولی یه ذره دور افتاده مونده. حالا من سعی میکنم نشون بدم بیشتر بهتون. ویژگی اصلی خونه این هستش که بزرگترین بادگیر خشتی استان سمنان توی این است. یه سوال، چرا میگن سمنان وجود نداره؟ این دلیلش چیه؟ الان وجود داره. که
یک به قول ویدیویی پخش شد که مخاطب خاص خودش رو پیدا کرد. خب سنانی میرفتن زیرش و قطعا نظر میدادن که ما هستیم یا چیزی شبیه به این، باعث شد که این بیشتر دیده شد این ویدیو. حالا من خودم زیاد نسبت به اینکه افراد فکر کنن وجود داریم یا وجود نداریم حساسیتی ندارم، چون تعریفم این هستش که به ویژگی‌های معماری و ویژگی‌های گردشگری شهرم ایمان دارم و میدونم که چقدر بناهای خوب داریم، چقدر جاذبه‌های گردشگری فوق‌العاده داریم و اون تو کسی که علاقه‌مند باشه دوست داشته باشه بیاد سمن رو ببینه، قدمش رو چشم بیاد ببینه و لذت ببره از آرامش و امنیت شهرمون و اینکه اون دوستانی هم که میخوان تصورشون این باشه که اینجا وجود نداره حالا ما نشون میدیم که وجود داره. بچه اومدیم بازار سمنان، اینجا رو بهتون نشون بدم. خیلی بامزه است، شبیه تجریش تهرانه. گوشی بری کنم یه در با من راه بیایید که اول کارمه. نگاه کنید اینجا رو ببین. یه ذره اینجا رو ببینید چه خبره. بامزه است، همه چی پیدا میشه. ظروف مسی و کیف و البته فکر کنم یه ذره من زود اومدم همه جا باز نشده. این آبانبار مثل آبانبار معمولی یه طبقه اضافه تر داره که یه حالت غلامگرد داره. تو آبانبار معمولی نیست. آبانبار معمولی یه چرت پلی میدن پایین میریسه به پاشیل تمام. این ویژگی منحصر به فرد این آبانباره. ما پیشنهاد می‌کنم حتما به داخلش بریم. سلام، خسته نباش. چه خوشگله. وای بچه ها اینجا چه ارتفاعیه. یه دقیقه سلفیش هم بگیرم ببینید چقدر اینجا عمیقه. خیلی عمیقه. وای من. بریم پایین ببینیم چه خبره. اینقدر پله ها اینجا چیزه میگن بالا پایینه، باید موقع باشید وقتی میاد. وای خدا. نگاه کنید. اونجا آب میگرفتن برمیداشتن از شیر و هر روز این پله ها رو میرفتن بالا به خاطر آب. اینجا صنایع دستیه، گلیم و اینا خودشون میبافن. چه خوشگله. سلام، خوبید؟ خسته نباشید. نگاه کنید. خب من این وری کنم.
خیلی بامزه است. فکر کن همش کار دسته. آب بیارم آب. اینم یکی از صنایع دستی اینجاست. که جای دیدنی دیگه سمنان مسجد جامع که الان اومدیم بهتون نشون بدم. اینجا معبود خلافت از علیه. دومین مسجد تک مناره ایرانه و اینکه مناره‌اش سلجوقیه. ایران بیخانیه و قدیمی‌ترین مسجدیه که قدیمی‌ترین مسجد سالم سمنانه. یه دونه تو زابقان هم هستش که اون چیز شده است دیگه خراب شد، چیزی ازش باقی نمونده. این مناره قسمت بالاش آجرهاش برجسته است، به پایینش فرو رفته است و این که داستان جالب دارم. میگم مثلا دختره که بچه دار نمی‌شدن یا ازدواج نمی‌کردن این حرفا قند می‌ذاشتن گردو و فلان میشکوندن میرفتن دوباره می‌اومدن حاجت روا می‌شدن. داستان مدلی هم آره. بعد تو قسمت این قسمت کتیبه ها حالا دیتا زیاد داره، در مورد تقسیم آب سمنان هست، در مورد به قول گفتنی مجازات دختروازی کفتروازی تو کتیبه اومده. خب اینجا یکی از جای معروف دیگرش که حموم حضرت اسمش. ببینیم که چجوریه، تو رو بهتون نشون بدم. نگاه کنی شکسته شده، همه رو وصل کردن به هم. اینجا خسته خیلی عجیب نشون بدم بهتون بچه ها. من خودم دقیقا این طرف ویدیوش دیده بودم. این یه مادره که داخل شکمش یک جنینه، یعنی به همراه اون فوت شده و اسکلتش از دام‌ها بردن اینجا. اصلا خیلی چیز عجیبیه. و منحصر به فردترین اسکلت دنیاست و علت منحصر به فرد بودنش به خاطر این اسکلت خانومیه که موبزای ما فوت کرده به خاطر کوچیکی لگن و چون بچه از پا داشته به دنیا میومده بچه و مادر با هم فوت کردن. این که حالت گرد جلو بدنش سر بچه است. این استخون ریزی که پشت لگنش ریخته استخون پای بچه است که پشت لگن ریخته. خود اسکلت قدمتش برای 4000 سال پیش 2000 سال قبل میلاد مسیح که طریق تدفین مرحومشون ما به همین شکل بوده. ما آیین میترائیس یا مهرپرستی داشتیم، نور خورشید برای مقدس بوده، به زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتیم، برای همین مرده ها رو به این شکل دفن می‌کردن. پاجم به پهلو، دست به نشان احترام زیر چونه، سر به سمت نور یا خورشید می‌ذاشتن. به خاطر زندگی پس از مرگ اعتقاد به زندگی پس از مرگ با مرده ها غذا می‌ذاشتن و استخون‌های دورش استخون گوش شکاری که بهش دفن کردن و ظرف غذا یا نوشیدنی بوده که نزدیک به دهانش دفن کردن. جنس ظرفش سفال خاکستری. مرده ها اگه مرد بودن باشه وسیله کاری یا وسیله شغلشون، اگه خانم بودن زیورالات که با این خانم دستبند و انگشترش باش دفنه که جنس اینا از مفرق هستش. اینجا هم که من واسطادم واسطی خیلی جالب صدای خودتون حالت سوادی تو گوشتون میشنوید، خیلی جذاب. شما واسطید یه ذره جلوتر به کفش من یه ذره این برد
حالا سرتون بگید بالا صحبت کنید. سلام چطور؟ وای چقدر عجیبی اکو میشه. بله دقیقا. حالا همون زمان که مثلا شما چیز بکنید صدا میپیچه. صحبت مثلا بکنید سرتون یه ذره به شخص دیگه باور کنید قشنگ صدا باشه دور سرتون میشه. وای سرگیجه همین تیکه فقط اینجوری. چرا؟ به خاطر نوع معماری و گنبد شکل و کانون صدا و این داستان ها فقط همون. عجیب بود. باغ دوره تابلو بود که یه کسی اینو کشیده بود قدیمی بعد پر از شمشیر و خشونت و اینا و واقعا قلبم گرفت آقا داشت توضیح میداد که بعد گفت بیایید بعدش برید مسجد سلطانی اینجا حالتون خوب میشه خدایی واقعا همینم شد. اینجا هم هوا خیلی خوبه نمیذاره بود و گیاه. بزن بریم جای بعدی سمنان. خب من چند تا جای دیدنی رو دیدم بعد الان اومدیم چی میگن سوغاتی معروف اینجا شیرماله، یعنی یه چیزی مثل کلوچه هست با آرد و شیر و اینا. اومدیم اینم تست کنیم. اینجا موزیک گذاشتن رو حواس. حالا الان میرم این بر بازارم بهتون نشون میدم میبینیم این چجوریه. خوشمزه. یکی از جاهای دیدنی سمنان شهر میرزاده که یه 20 کیلومتری باش فاصله داره و شباش کلا مثلا 10 درجه با سمنان خنک‌تره، یعنی مثلا اونجا گرمشون میشه میان شهر میرزاده. بعد اومدیم یه رستوران اینجا خیلی باله میتونه داغ آورده برامون. بعد کباب سفارش دادیم. پیشی بچه اینجا خیلی خوشگل و باصفاست. اینقدر هوا خنکه. غذامون اومد. جای همه خالی. بچه اینجا ببینید چه بامزه است. یه دونه چای خونه است خیلی قدیمیه. چند ساله شما اینجایی؟ شما چند ساله اینجایی؟ من؟ آره. اینجا 4 سال. وای بچه اینجا اومدید شهر میرزاد حتما بیایید اینجا چای بخورید. نمیدونم اسمش چیه، این گوشه است. بعد حالا الان اینجا طوفانم شد خیلی چسبید. بعد چای دونه 6,000 تومان، میشه باورتون نشه. خیلی هم چسبید. اینجا طوفان شده.
خود میدون شهر میرزاد دور اینجا این بالا. حالا الان فعلا رد و برق شده فکر کنم باد من خب اینم از این سفر ولاگمون سمنان شهرمیرزاد رو سعی کردم خلاصه نشون بدم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اولین ویدیومه. به بزرگی خودتون ببخشید. به من که خیلی خوش گذشت. امیدوارم شما هم بیاید لذت ببرید. شب بخیر.